آقا رنگ هایی که میپوشی سرنوشتتون میسازه. خیلی جالبه، گوش کنید. رنگ هایی که میپوشی بی صدا روی بخت و اقبال مالیت اثر میذارن. اگه رنگ درست رو انتخاب کنی، آدمای مهم جذبت میشن و روزیت بیشتر میشه. اما رنگ اشتباه میتونه باعث جذب آدمای بیهوده و حتی از دست رفتن پول بشه. رنگ‌های خوششانس برای ثروت بر اساس سال تولد شما. متولدین سالهای موش و گاو، رنگ‌های سفید و نقره‌ای. این رنگ‌ها بدبیاری رو میشورن و حالت رو قوی‌تر میکنن. متولدین سالهای مار و خروس، رنگ‌های سبز و آبی و زمردی. نشونه رشد شغلی و بازگشت پول هست. متولدین سالهای بز و میمون، رنگ‌های صورتی و بنفش روشن. آدمای خیرخواه بهت نزدیک میشن و بخت خوب همراهت میاد. متولدین سالهای ببر و اسب، رنگ‌های زرد و قهوه‌ای و خاکی. ثبات شغلی، جذب پول ناگهانی و حتی هرچی خرج کنی چند برابرش برمیگرده. متولدین سالهای خرگوش، سگ، خوک و اژدها، آبی تیره و مشکی یا بنفش پررنگ. این رنگ‌ها انرژیت رو محکم میکنن و جلوی نشت مالی رو میگیرن. راز کار ساده است. رنگ مناسب خودت رو بیشتر بپوش. اینطوری شانس مالیت کم کم بیدار میشه. حتما برای عزیزانت هم بفرست و بگو رنگ شانست چیه.